یک روز میشه شوهر میگه که باید زکات بتیم از طلا. من اوقات طلای زیاد هم ندارم، میگه که امی 10 گرم هم باشه باید زکات بتی. شوهرتان اهل علم هستن؟ یک اونجا خواندگی هستن؟ بله. بس با کدام دلیل این رو میگه؟ خواندگی است، قاری قرآن است. خواهرم قاری قرآن. طلا کم دارم. خواهر زینب بوژیت میگن چی میگن، یک نمود مثل همی طلا هست، نه که طلا نیسته. فکر میکنه که همگیش طلا هست. خیلی باشد بفهمونید که نمگیش طلا نیست، اما در اسلام طلا زمان زکات دارد که به 85 گرم رسید. به 85 گرم نرسیده باشد و یگان خیل زکات ندارد. طلای زن به 8. اما شما یک مقدار پول دارید، باز یک مقدار طلا دارید، پول طلا رو یک جای حساب میکنید. شما 10 گرم طلا دارید، باز پول دیگر هم دارید که با آن پول طلا خریدید. این 10 گرم بالایش به 85 گرم پوره می شود، 75 می شود. همش رو یک جای کرده زکات میبرید. تشکر زیاد. سلامت باشید.